بریم برای درست کردن کباب حسینی. یک عدد پیاز رو خلالی خورد میکنیم. یه قاشق چایخوری نمک بهش اضافه میکنیم. خوب نمک رو با پیازا ماساژ میدیم. یه قاشق چایخوری فلفل سیاه اضافه کرده. یه قاشق چایخوری زردچوبه میریزیم. یه قاشق آرد گندم، یه قاشق غذاخوری رب، 50 گرم کره آب شده، یک قاشق غذاخوری آب لیمو، یک قاشق غذاخوری محلول زعفران. همه این مواد رو خوب مخلوط میکنیم. یک گوشت راسته گوسفندی رو به این قطعات تقسیم میکنیم. با مواد خوب مخلوط میکنیم و میذاریم 12 ساعت تا تمدار بشه. بعد 12 ساعت با سبزیجات دلخواه سیخ میکشیم. بعد دو طرف کباب رو سرخ یا همون گریل میکنیم. کباب حسینیمون آماده شده. نوش جان.